بعد مدت‌ها اومدم با یه ویدیو روانشناسی که خیلی درخواست داشتین و میخوام راجع به یه موضوع خیلی خیلی مهم صحبت کنم. موضوعی که میخوام راجع بهش صحبت کنم یکی از موضوعات مورد علاقه خودمه و خیلی مهمه، چون تو دور اطرافیانم خیلی زیاد اینو میبینم. ما همونطور که ممکنه بدونید، گفته بودم یعنی قبلا اینکه ما تا ساعت 7 مدرسه این بعضی از روزها، تایم عادی مدرسه هم تا ساعت 2 نیم 3. وقتی که این ساعت تموم میشه و ما قراره که تا ساعت 7 بمونیم، 11ام 12ام و 10ام با هم قاطیان و رشته‌های مختلف هم همینطور، یعنی همه با هم قاطیان و اون تایم مطالعه‌مون رو کنار هم دیگه میخونیم. یکی از بچه‌های 12ام رشتهش ریاضیه و خیلی 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 خوشگله. موهاش بلند و حالت طلایی طور داره و اصلا یه جنس ابریشمی داره. هیکلش، قیافش، پوستش اصلا فوق‌العاده است. یه آدم به شدت تکمیله و واقعا هیچی کم نداره. اخلاقش، صداش، استعدادش اصلا فوق‌العاده است و دنسره. اینا هم باید بگم. تیک تاکر هم هست و خلاصه که یه انسان، یه دختر واقعا همه چی تمومه. یعنی من به عنوان یه دختر وقتی که همچین آدمی ببینم واقعا تحسینش میکنم، چون واقعا از لحاظ هیکل و قیافه و همه چی تکمیله. و این به خاطر این ذاتی نیست، یعنی به خودش رسیده، باشگاه رفته، ورزش کرده، رقصش داشته و همه این کارا رو با هم دیگه انجام داده و واقعا یه ورژن خیلی فوق‌العاده از یه دختره. بی‌نقصه اینطوری بگم. واقعا باید ببینیدش. هیکلش ساعتشنیه، خیلی هیکلش خوبه و همینطور قیافش و پوستش. حالا از اینا گذشته، ما کلا قبل از اینکه اصلا با این طرف حرف بزنیم، من و حالا الینا و یکی از دوستام که رشتهش ریاضیه، اون خیلی مثلا راجع به دختر حرف میزدیم. اسمش فاطمه است و اصلا اینطوری بودیم که پای ثابت بحثمون بود، چون واقعا از همه جهت تکمیله. اون روز که داشتیم با این آدم حرف میزدیم، دوستش برگشت بهش گفتش که من فکر نمی‌کنم هیکلم خوب باشه، اما تو واقعا از لحاظ هیکل و قیافه خیلی بی‌نقصی. و میدونی چی گفت؟ در کمال ناباوری برگشت گفت ولی من از قیافه و هیکلم راضی نیستم. گفت ایدئالم این چیزی که الان هستم نیست. ببین من مطمئنم ایدئاله 99% همچین ظاهریه، همچین اندامیه، همچین چه میدونم قیافه و پوستیه، همچین موهاییه. واقعا از لحاظ استانداردی هممون میخوایم به اون برسیم. یعنی من واقعا بعد از اینکه اون دیدم اینجوری بودم که اینا بریم باشگاه، ولی گفت من از خودم راضی نیستم. و اونجا یک شوک خیلی عجیبی بهم وارد. اینجوری بودم که ایدئال تو چیه که تو نیستی؟ ایدئال ما تویی، ایدئال خودت چیه؟ در نهایت اصلا موضوع این ویدیو اینه که آقا یه سری آدم هستن که ما فکر میکنیم که خیلی بی‌نقص و همه چی تمومن و تو زندگیشون هیچ مشکلی ندارن و از همه جهت تکمیلن، اما از جهت دیگه واقعا اینطوری نیست. موضوع این ویدیو راجع به اینه که آقا بیا خودمون رو دوست داشته باشیم. طرف با اون همه زیبایی که ما میخوایم به اون برسیم از خودش راضی نیست و با خودش حال نمیکنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگر قرار باشه که خودم رو دوست نداشته باشم، هیکلم هر طوری باشه، قیافم هر طوری باشه، موهام هر طوری باشه، بازم خودم رو دوست ندارم. یعنی همیشه احساس ناکافی بودن میکنم. وقتی که من یاد بگیرم با همین که الان هستم، آقا با همین صورت درب و داغون و خسته و پرجوش و پرلکی که توی آینه میبینم، یاد بگیرم با همین حال کنم، همه چی درست میشه. من واقعا توی اطرافیانم، واقعا توی دختران 90%شون اینو میبینم که اعتماد به نفسشون واقعا خرابه. اعتماد به نفس مهمترین چیزیه که باید داشته باشین، اینکه ارزش خودتون رو بدونین، خودتون رو پایین نیارین و عاشق خودتون باشین. یعنی قبل اینکه به این فکر کنین که بقیه چه فکری راجع بهتون میکنن، چه نظری راجع بهتون دارن و ناراحت میشن از حرفتون نمیشن فلان، به این فکر کنین که آقا من چطوری خوشحالم. اینکه خودتون رو اولویت قرار بدین خیلی مهمه. خودتون یکم دوست داشته باشین. من میخوام اینو بگم که آقا مهم نیست که تو چقدر افتضاحی یا چقدر پرفکتی، مهم اینه که تو چه شرایطی خودتو چجوری دوست داشته باشی. این آدمی که من دارم میگم که انقدر بی‌نقص به نظر میاد از بیرون، با خودش حال نمیکنه و این به خاطر این نیست که از هیکلش راضی نیست یا از قیافش راضی نیست. این به خاطر اینه که اون اعتماد به نفس رو نداره و اون خودسازی رو نداره و اینکه به خودش اهمیت نمیده. پس تو توی هر شرایطی که هستی، توی هر رنج سنی که هستی، توی هر وضعیت اجتماعی که هستی، توی هر قیافه و اندام و پوست و با هر ویژگی هایی که داری، باید بتونی خودت رو دوست داشته باشی. اگر بدی، که من به نظر من آدم بدی وجود نداره، آدم زشتی وجود نداره، بدی این شکلی و منظورمه، من واقعا فکر نمی‌کنم که آدمی باشه که زشت باشه. به هر حال آدم‌ها زیبایی‌های مختلفی دارن و میتونی اونا رو کشف کنی.
چه شخصیتی باشه، چه قلبی باشه، هر مدلی که باشه. و تو باید بگردی توی خودت اون ویژگی‌های مثبت رو پیدا کنی، اونا رو تقویت کنی. و اگر که فکر می‌کنی چه می‌دونم توی رشته مثلا هنر استعداد نداری، نمی‌تونی یه کار هنری رو تکمیل بکنی، نیاز نیست که حتما انجامش بدی. فقط کافیه که تو بگردی استعداد خودت رو پیدا کنی، اون چیزی که توش خوب هستی رو پیدا کنی، برای اینکه بتونی یه کاری انجام بدی که باعث افتخار خودت بشه. بچه هر کاری که تو زندگیتون می‌کنید، قبل از اینکه به بقیه فکر کنید، به خودتون فکر کنید. من همیشه اینو به همه میگم که آقا تو قبل اینکه فکر کنی که طرف ناراحت میشه از حرفی که قراره بزنی، به این فکر کن که اگه من اون حرفو نزنم خودم ناراحت میشم. مثلا من اگر من یه سری وقتا پیش اومده که من اگه یه حرفی به معلمم نزنم یا به دوستم نزنم، من مثلا نگم که اون کارش منو چه میدونم حالمو بد کرده، اون کارش مثلا دوست نداشتم، دلم میمونه. پس بیانش میکنم آقا من از این کارت ناراحت شدم، این کارت بد بود، این کارت منو آزار داد. مثلا یکی از بچه‌های کلاسمون پشتمون میشینه و واقعا هی میزنه رو میز، یعنی عادت داره، تیک داره، اینجوری هی میزنه رو میز و من واقعا اذیت میشم از این صداها، واسه همین خیلی بهش میگم. و مثلا